شده یه سال باید برم کلید میلید تحویل بگیرم بدم با این خانوم املاکیه که به یکی دیگه اجاره بده دیگه. همین دیگه. ای بابا سبز شد دیگه، داری میگاهی نصف شب. یه موقع که کار نداری همه سبزه، یه موقع کار داری همه قرمزه. اصلا ما نفهمیدیم چجوری شد. آقا بس فعلا دیگه روزی خوبی در ایران داشته باشین، شب خوبی در آمریکا دیگه. اروپا و ترکیه هم هستین که روز خوبی داشته باشین دیگه. این بیچاره کسمشنگ با دوچرخه ملق خورد، مجبوری تو تلفن بری. خار قاطر گاییدم من. ای بابا دلم سوخت. دوچرخه راه ساعت دور دیدم تو گوشی داره یه کاری میکنه، نور موبایلش دیدم. الان ما خودمون هم 1000 بار دوچرخه افتادیم دیگه. یعنی یادش میمونه، پیرمرد بشه میگه یادش بخیر یه شب کسوچلوپوف شدم با دوچرخه. کسوچلوپوف چرا بابا خدایا بذار ما یه دقیقه بخندیم. ما گایده شدیم، ما 3 روز قازانوی غم داریم بیچاره. حالا پس چرا اینو جلوی من انداخته اگه قرار من نخندم؟ کلاه دوچرخه سواری هم گذاشته بود، الان میدونم دیگه. خار زانو این پشت آرنج مارنج گایید دیگه. همین دیگه آقا، زنده باد دیگه. نوکر همه شما این تا فردا صبح انشالله با وایب میزون و توپ در خدمت شما. آقا بده اینو به شما این لحظه بگم صحنه رو ندیدی که افتاد مارکوس افتاد بعد نشست رو زمین در دوچرخه رو نگاه میکنم منتظر بود دوچرخه بلند شد دستش منتظر بود دوچرخه بلند شد دستشو بگیره بکنم. خار آرنج مارنج گایید برادر دیگه. پیش بیاد دیگه، جوانی دیگه. آقا مخلصم.